اگه لوازم خونگی یا صوتی تصویری دچار خرابی شده و برای پیدا کردن تمرینگاه معتبر دچار مشکل شدی، حتما این ویدیو رو تا انتها نگاه کن و اگر به کارت اومد برای دوستات هم اشتراک بده. طبیعتاً یکی از اولین گزینه‌هایی که ممکنه به ذهن هممون برسه سرچ کردن توی گوگل، ولی بچه‌ها سرچ کردن توی گوگل هم از نظر من نیاز به یه سری اطلاعات پایه‌ای داره که من به یه سری از موارد مهمش اشاره می‌کنم. یک، شما برای برندهای خارجی که میدونید سال‌هاست با کشور ما در ارتباط نیستن، دنبال کلمه نمایندگی نگردید. برندهای کره‌ای، ژاپنی، آمریکایی، آلمانی، خودمون میدونیم که با اینا در ارتباط نیستیم. چرا اینو عرض میکنم؟ وقتی شما با یه مجموعه تماس میگیرید که میدونید خودتون نمایندگی نداره و سوال میکنید که نمایندگی فلان برند، طبیعتا کسی به شما نه نمیگه، ولی مطمئن باشید که این نشون دهنده اینه که شما هیچ اطلاعاتی راجع به این کار ندارید. مسئله بعدی اینه که وقتی شما یه کلمه رو توی گوگل سرچ میکنید، طبق معمول یه سری وبسایت‌ها بهتون نمایش داده میشه. خصوصا در مورد کسب و کارهای فنی، اگر یه وبسایتی رو توی رنکینگ‌های اول گوگل یا اون خطای اول، دوم، سوم گوگل ببینید، حتما دلیل بر این نیستش که از نظر فنی هم خیلی قوی هستن، چون ممکنه از گوگل ادورز در واقع تبلیغات کلیکی استفاده کرده باشن یا فقط یه شخص دومی این سایت رو سئو کرده، اما ممکنه که از نظر فنی خیلی قوی نباشن. ضمن اینکه بچه‌ها یه وبسایت خوب یا یه مجموعه خوب که معتبره باید آدرس و مشخصات داشته باشه. حالا بیاید با هم دیگه یه نمونه رو اینجا ببینیم. الان ببینید من اینجا این کلمه رو سرچ کردم، خدای نکرده با سایت خاصی مشکلی نداریم. برای امتحان من این صفحه در واقع لاین اول یا لینک اولی که اینجا هست رو باز کردم، این وبسایت برای من باز میشه. بچه‌ها این وبسایت باید مشخصات دقیق عرض کردم داشته باشه. الان ما داخل صفحه تماس با ما هستیم، همونطور که می‌بینید فقط 2 تا شماره تماس اینجا هست و یه سری مشخصات، در واقع یه سری محدوده ها که مال شهر کرج است اینجا گذاشته شده و آدرس دقیقی نداره. ضمن اینکه توی این بخش فوتر یا انتهایی سایت باز باید مشخصات دقیق یا نمادها وجود داشته باشه که متاسفانه باز هم نداره. به عنوان مثال اگر شما یه وبسایتی رو باز بکنید که معتبر باشه، باید مشخصات دقیق، آدرس دقیق توی قسمت فوتر باشه و اینکه نمادها رو هم حداقل این نماد و نماد رضا یا ساماندهی رو داشته باشه. ضمن اینکه این نمادها باید قابل کلیک کردن باشه، یعنی وقتی روش کلیک میکنید باید صفحه اصلی این نماد باز بشه، مشخصات اون صاحب امتیاز که حالا میتونه حقیقی یا حقوقی باشه و یک سری مشخصات دیگه که باز نشون دهنده احراز محل سکونت یا همون جایی که قرار دارن هست اینجا قابل رؤیته. همینطور در مورد نماد ساماندهی باز ببینید قابل کلیک کردن و وارد صفحه ساماندهی میشیم و باز مشخصات فرد به ما داده میشه. بنابراین به این نکات خیلی دقت بکنید. اگر خدای نکرده با یه وبسایتی به مشکل بر بخورید، کما اینکه به شما قول سرویس در محل داده باشن که خیلی اوقات پیش میاد که این سرویس در محل به اتمام نمیرسه، اگر به مشکل بر بخورید چون هیچ آدرس یا مشخصات دقیقی ازشون ندارید، ممکنه که پیگیریش خیلی کار سختی باشه. نکته دیگه که باید بهش توجه بکنید اینه که اگر یه سرویسکاری به محل شما مراجعه میکنه و میخواد دستگاه رو تو محل برای شما تعمیر بکنه و به شما عنوان میکنه که یه قطعه رو براتون داره تعویض میکنه، میتونید داغی اون قطعه رو ازشون بخواید. مثلا فرض بکنید که من به شما میگم این بورد توی دستگاهتون معیوبه و ما باید این قطعه رو تعویض بکنیم تا مشکل دستگاهتون رفع بشه. وقتی من دارم یه قطعه رو تعویض میکنم، موظفم که قطعه داغی رو به مشتریم واگذار بکنم. بنابراین اگر قطعه‌ای توی منزلتون قرار شد که تعویض بشه، حتما قطعه داغی رو از سرویس کارتون بخواید. یکی دیگه از مواردی که همیشه برای مشتریامون سواله، کیفیت قطعه‌ای که قراره براشون استفاده بشه. همونطور که خودتون هم ممکنه بدونید، هنوز هم توی بازار قطعات با کیفیت‌های مختلف درجه 1، 2 و 3 ممکنه که موجود باشه. ولی توی مجموعه ما انتخاب کیفیت قطعه به عهده شماست. یعنی اگر قرار باشه که ما یه قطعه رو تعویض بکنیم و جنس درجه 1 و 2 و 3 براش توی بازار موجود باشه و به تبع همون قیمت‌های متفاوتی داشته باشه، ما انتخاب کیفیت این قطعه رو به عهده شما میسپاریم. ما می‌خوایم دقیقاً برعکس هم عمل کنیم و کل پروسه تعمیر دستگاهتون رو از 0 تا 100 دقیقاً جلوی چشم‌های خودتون انجام بدید. میتونید تشریف بیارید پیش ما، به نسبت ایراد دستگاهتون توی بازه نیم ساعته تا 1 ساعته دستگاهتون بازدید میشه، عیب‌یابی میشه، بهتون اعلام هزینه می‌کنیم و اگر تایید کنید همون لحظه دستگاه رو براتون تعمیر می‌کنیم با قطعاتی که انتخاب کیفیتش دست شماست و میتونه قطعه درجه 1 باشه و هر سرویسی هم که براتون انجام بدیم از تاریخ فاکتور حداقل 6 ماه و حداکثر 1 سال ضمانت خواهد.